چیکار کردی فهیم؟ گوشتی که الان دادی من خوردم مال سلطان بود بود. سلطان چیه؟ اسم اینه؟ اون خروس میدونی چقدر ارزش داشت؟ اون خروس رو میخواستن با ماشین تاخ بزنن من قبول نکرده بودم بود. دوست میگی؟ بود میفهمی داری چی کار میکنی با زندگی من؟ اون خروس پس فردا فینال داشت، قهرمان لیگ برتر بود. قهرمان لیگ برتر رو پختی گذاشتی وسط سفره مهمون دعوت کردی. خنده داره. بخورم. برنده ریسخاک برید برنده واقعا این برنامه آینه عبرت به نظرم هماش ضرره. برای اینقدر مواد بچه خودشو رفت فروخ آقا؟ مادرشو بله؟ والا یارو مادر خودشو کشته بابت مواد هماش ضرر. برای تو برام زحمت کشیدن شوک درست کردن. شماست برای شونه عبرت بگیریم دیگه جمعی سنوف آمو جان نه مهمون داریم نه آمو جان نه یعنی چی؟ آخه بزنن بفهم نه نواش بزن حالا اون حلق نباید روش زدن. احمد آقا خمسه توپ به آخرش اصلشون دوری رفت یه خودی ما کچ سمت دوری کچ مرسی دوری رفت ثابت کن برده رفت حرکت عرستو نکن چه عرستو بابا چیزی نیست. نترس خواب دیدی. خواب دیدی عرستو چیزی نیست. نترس. جوجه نکن آقا این جوجه منو دیوانه نکنن تو منو دیوانه میکنی آقا خیلی سخت. احمد عالی بازی کرد. خیلی خوب بود آفرین عمیقا از ته دل همه چی طبیعیه باور کردیم که مثلا جیگرم کباب شد یه بار دیگه بگیریم کلا بگیری؟ یا این مشکلی داریم؟ بگیریم؟ دیوار چیکار میکنه؟ نصف این سکانس رو گرفتیم سکانس افتادن ماشین فولکس توی دره که با پنجری هم پوشه دیروز گرفتیم هوا آفتابی بود نیمه ابری بود امروز اومدیم ادامه‌اش رو بگیریم بارون شدید داره میاد
حرکت آرومی رو میکشه. یه دوربین ما بسته شده به بازی اون کرین جر سریع میاد بالا و میرسه به یک لانگشات وسیع که همه رو میبینه. یعنی همه الان جاهاشون رو میبینیم که چیکار باید بکنن کمک کنن. و ماشین اومد رو چرخ رد شد صلوات همه صلوات میرسن و تموم میشه میره. این بخش کشیدن دوربین دو امام از پایینه. از پایین همین ریاکشن ها رو نسبت به اومدن بالا میگیره. رفتی فرشاد دوربین ها حرکت! داره میاره بیرون. بابا جان بابا الان قربونت برم. خوبی؟ بابا جونه خوبی بابا؟ یواش خوب الان چه برنامه قشنگی. اگه گفتن اوه منفی بگو چه خوشمزه است این قلیه ماهی. گرفتم چشم. اگه گفتن اوه منفی چه خوشمزه است این قلیه ماهی. چه خوشمزه است این قلیه ماهی. تاش نگو الکی. الان میری بالا شما لام تا کم صحبت نمی‌کنی. چرا چشات خیلی درشته اینجوری. خاموش کنه اونا دیگه. اگه گفتن گرفتم. اگه گفتن اوه منفی چه خوشمزه است این قلیه ماهی. اگه گفتن اوه منفی بگو چه خوشمزه است این قلیه ماهی. گرفتم به من. اگه گفتن اوه منفی چه خوشمزه است این قلیه ماهی. اوه منفی چه خوشمزه است این قلیه ماهی.